کتاب زبور ترانه 101. توبه کردن گناهکار و به خداوند رو آوردن او. دعای مسکین وقتی که غمگین شده پیش خداوند اندوه خود را اظهار میکند. خداوندا دعای مرا بشنو و استغاثه من نزد تو برسد. روی خود را از من پنهان ندار. در روز تنگی من گوش خود را سوی من خم نما. روزی که بخوانم مرا به زودی اجابت بکن. زیرا که روزهایم مثل دود فنا شده است و استخوان‌هایم مثل هیزم نیمسوز گردیده است. دل من مثل علف آفتاب زده خشکیده است، زیرا که خوردن نانم را فراموش میکنم. از آواز آه و واه من استخوانم به پوستم چسبیده است. و مرغ سقای بیابان مانند شدم، مثل بوم خرابزار گردیدم. شب زنده داری میکنم و مثل مرغکی هستم که بالای بام تنها نشسته باشد. هر روز مرا دشمنانم ملامت میکنند. آنهایی که از من دیوانوار نفرت دارند در من لعنت میکنند. زیرا که خاکستر را مثل نان خوردم و نوشاکی خود را با اشک آمیختم. از باعث خشم تو و غضب تو، زیرا که مرا بالا برداشته ای و سرنگون کرده ای. روزهایم مثل سایه شامگاه است و من مثل علف خشک شدم. ولیکن تو ای خداوند تا ابد قائم هستی و ذکر تو تا ابدالدهر است. تو برخواسته بر سیان مرحمت خواهی کرد، زیرا وقت آن است که به وی مرحمت نمایی، چون که مهلت رسیده است. زیرا که بندگان تو به سنگهای آن محبت دارند و خاک آن را عزیز می دارند. و خلقها از اسم خداوند خواهند ترسید و همه پادشاهان زمین از جلال تو. زیرا که خداوند سیان را بینا کرده است، در جلال خود ظاهر شده است. به دعای ناتوانان توجه نموده است و از دعای آنها نفرت نکرده است. این برای نسل آینده نوشته می شود و قومی که آفریده خواهد شد خداوند را مدح خواهد کرد. زیرا که او از افراز مقدس خود مشاهده کرده است. خداوند از آسمان به زمین نظر انداخته است، برای آنکه آه و ناله بندی را بشنود، محکومان ممات را از بند آزاد کند، تا که اسم خداوند را در سیان به زبان آورند و حمد و ثنای او را در یروشلیم. وقتی که قوم ها با هم جمع شوند و مملکت ها نیز تا که خداوند را عبادت نمایند. قوت مرا در راه فرو نشاند، روزهایم را کوتاه کرد. گفتم ای خدای من، مرا در نصف روزهایم نبر. سالهای تو تا ابدالدهر است. در زمان قدیم زمین را بنیاد کرده و آسمان عملی دستهای توست. آنها فنا خواهند شد ولیکن تو قائم خواهی بود و همه‌شان مثل جامه جغده جغده خواهند شد. مثل پیراهن آنها را خواهی پیچانید و آنها مبدل خواهند شد. ولیکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد. فرزندان بندگان تو ساکن خواهند شد و ذریات آنها پیش تو برقرار خواهند بود. کتاب زبور ترانه 102. مدح در شأن خدا برای مرحمت و احسان او. ترانه داوود. ای جانم خداوند را مبارک بخوان و ای تمام باطنم اسم قدوس او را. ای جانم خداوند را مبارک بخوان و همه نیکی های او را فراموش نکن. او همه گناهایت را می آمرزد، همه کسلی هایت را شفا می بخشد. حیاتت را از گور رها می کند، تو را با احسان و مرحمت فرا می گیرد. زیورت را از زیبایی سیر می کند، جوانیت به مثال عقاب نو می شود. خداوند عدالت را به عمل می آورد و دادگری را برای همه ستمکشان. طریقهای خود را به موسی معلوم کرد، کارهای خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحیم و بخشنده است، صابر و پر از احسان. به صورت ابدی مذمت نمی کند و قهرش را تا ابد نگاه نمی دارد. با ما موافق خطاهایمان عمل نکرده است و ما را موافق گناهایمان سزا نداده است. زیرا به اندازه که آسمان از زمین بلند است، احسان او بر ترسگارانش به همان اندازه بزرگ است. به اندازه که شرق از غرب دور است،
جنایت‌های ما را به همان اندازه از ما دور کرده است. چنان که پدر به فرزندان مرحمت می‌کند، آنچنان خداوند به ترسگاران خود مرحمت می‌نماید. زیرا که او سرشت ما را می‌داند، در خاطر دارد که ما خاک هستیم. ایام انسان مثل علف است، مثل گل صحراست، آنچنان می‌شکفد، اما باد باران می‌وزد و آن نیست می‌شود و مکانش دیگر آن را نمی‌شناسد. ولیکن احسان خداوند بر ترسگارانش از ازل تا ابد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان، بر آنهایی که عهد او را نگاه می‌دارند و فرمودهای او را در خاطر دارند تا که آنها را به جا آورند. خداوند بر آسمان تخت خود را برقرار نموده است و ملکوت او بر همه حکم فرماست. خداوند را مبارک بخوانید ای فرشتگان او که در قوت پهلوان هستید. کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را می شنوید. خداوند را مبارک بخوانید ای همه لشکرهای او و ای خدمتگزاران او که اراده او را به جا می آورید. خداوند را مبارک بخوانید ای تمام اعمال او در همه مقامهای حکم فرمایی او. ای جانم خداوند را مبارک بخوان. کتاب زبور ترانه 103. مدح کردن خداوند که آفریدگار جهان می باشد. ای جانم خداوند را مبارک بخوان. خداوندا خدای من، به نهایت بزرگ هستی، شکوه و شفقت پیراهن توست. نور را مثل ردای دربر می کنی، آسمان را مثل سراپرده پهن می نمایی. کوشک‌های فلکی خود را بر آبها می سازی، ابرها را عرابه خود می گردانی که آن بر بالهای باد حرکت می کند. بادها را به فرشتگان خود تبدیل می دهی، خدمتگاران خود را به آتش سوزان. زمین را بر اساسهایش برپا کرده ای تا ابد فرو نخواهد غلتید. باورته مثل لباس آن را پوشانده ای، بر کوهها آبها می ایستد. از عتاب تو می گریزند، از آواز رعد تو به زودی قفا می گردند. کوهها بالا می روند، وادیها پایان می فرویند به مقامی که برایشان بنیاد کرده ای. حدی گذاشته ای تا که از آن نگذرند و برگشته زمین را نپوشانند. چشمه ها را به نهرها روانه کرده ای، در میان کوهها جاری می شوند. همه حیوان های صحرا را آب می دهند، گورخران تشنگی خود را می شکنند. بر آنها مرغان هوا ساکن می شوند، از میان نوده ها آواز می دهند. کوهها را از کوشک‌های فلکی خود سیراب می گردانی. از ثمره اعمال تو زمین سیر می شود. علف را برای چارپا می رویانی و سبزه را برای خدمت آدمیزاد تا که از زمین نان حاصل کند. و شراب که دل انسان را شاد می گرداند و روغن که رخسار او از آن می درخشد و نان که دل انسان را قوت می بخشد. درختان خداوند شاداب می شوند، یعنی ارزهای لبنان که او شینانده است، که بر آنها مرغان لانه می سازند. سروها خانه لیلک است. کوههای بلند برای بزهای کوهی است. صخره‌ها پناهگاه است برای زرگوش‌ها. ماه را برای مهلت‌ها آفریده است. آفتاب غروب خود را می داند. تاریکی را پهن می کنی و شب فرا می رسد. در آن همه حیوان‌های جنگل حرکت می کنند. شیران جوان برای نخچیر نعره می زنند و خوراک خود را از خدا می طلبند. آفتاب که طلوع کرد جمع می شوند و در لانه های خود می خوابند. آدمیزاد برای فعالیت خود بیرون می آید و تا بیگاهی با کار خود مشغول می شود. چه بسیار است اعمال تو ای خداوند! همه را از روی حکمت به وجود آورده ای. زمین از آفریده های تو پر است. اینک بحری بزرگ و پهناور، در آنجا خزندگان سان و شمار ندارند. جانورهای خرد و کلان در آنجا کشتی ها می گردند. این اژدر نیست که آفریده ای تا که با آن بازی کنی. همشان از تو چشم انتظار دارند تا که رزق آنها را در وقتش برسانی. آنچه با آنها می دهی جمع کرده می گیرند. دستی خود را می کشایی، از ناز و نعمت سیر می شوند. روی خود را پنهان می کنی، آشفته می شوند. روح آنها را کشیده می گیری، می میرند و به خاک خود بر می گردند. روح خود را می فرستی، به وجود می آیند
و روی زمین را نو می گردانی. جلال خداوند تا ابد است. خداوند از اعمال خود شاد خواهد بود. به زمین نظر می اندازد، آن به لرزه می آید. به کوهها دست می رساند، آنها دود می کنند. تمام عمر خود در شأن خداوند سرود خواهم خواند. تا دمی که وجود دارم خدای خود را خواهم سرایید. بگذار گفتار من به او خوش آید. من در خداوند شاد خواهم بود. بگذار خطاکاران از روی زمین نیست شوند و شریران دیگر باقی نمانند. ای جانم خداوند را مبارک بخوان. هللویا. کتاب زبور ترانه 104. برگزیدگان خدا باید همیشه خدا را جلال دهند و احکام او را بجا آورند. خداوند را حمد گویید، اسم او را بخوانید. کارنامه های او را در بین قوم ها شهرت دهید. در شأن او سرود خوانید، او را بسرایید. از همه کارهای عجایب او سخن رانید. به اسم قدوس او فخر کنید. بگذار دل طالبان خداوند شاد باشد. خداوند و قوت او را جویا شوید. روی او را همیشه طالب باشید. کارهای عجایبی را که او کرده است به یاد آورید. معجزات او را و داوری های دهان او را. ای ذریات بنده او ابراهیم، ای بنی یعقوب که برگزیدگان او هستید. او خداوند خدای ماست. داوری های او در تمام زمین است. عهد خود را تا ابد در خاطر دارد و کلام را که به 1000 نسل امر فرموده است. آن عهد را که با ابراهیم بسته است و قسم را که برای اسحاق یاد کرده است و آن را برای یعقوب به حکم قانون درآورده است و برای اسرائیل به حکم عهد ابدی. یعنی گفته است زمین کنعان را به تو خواهم داد تا که حصه میراث شما شود. در صورتی که آنها هنوز آدمانی به شمار بودند، خیلی کم و غریب در آنجا بودند و از خلق سوی خلق آواره شده می گشتند. از مملکت سوی قوم دیگری نگذاشت که کسی آنها را آزار دهد و پادشاهان را از برای آنها تنبیه کرد. و مسیحان من دست نرسانید و به انبیای من بدی نکنید و قحطی را بر زمین بخواند. همه منبع‌های نان را نابود کرد. پیش از آنها مردی را فرستاد. یوسف به غلامی فروخته شد. پایهای او را با زولانه اذیت دادند. آهن بر جانش آمد. تا دمی که سخن او به عمل آمد، سخن خداوند او را پاکیزه کرد. پادشاه کس فرستاد و بندهای او را کشاد و حکم فرمای قومها او را آزاد کرد. او را بر خانه خود آقا تعیین کرد و حکم فرما بر تمام ملک خود، تا که میران او را به صلاح دید خود بندی کند و پیران او را حکمت آموزد. و اسرائیل به مصر آمد و یعقوب در زمین حام غربت را اختیار کرد و قوم خود را بغایت بارور کرد و آنها را از عدویانش پرزورتر گرداند. دل آنها را چپ کرد تا که با قوم او بکین باشند و بر ضد بندگان او نیرنگ ها سازند. بنده خود موسی را فرستاد، هارون را نیز که برگزیده بود. سخنان تأکید او را با علامات به آنها پیشنهاد کردند و معجزات را در زمین حام. ظلمات را فرستاد و تاریک شد و به کلام او مقابلت نکردند. آبهای آنها را به خون تبدیل داد و ماهیان آنها را میرانید. زمین آنها از غوک ها پر شد، خانه های پادشاهانشان نیز. گفت و حشرات گوناگون پیدا شد، شبوش ها نیز در تمام حدود آنها. به جای باران بر آنها ژاله بارانید و آتش سوزان بر زمین آنها. تاک ها و انجیرهای آنها را زد و درخت ها را در حدود آنها شکست. گفت و ملخ پیدا شد و کرمک که سان و شمار نداشت. و تمامی سبزه را در زمین آنها خوردند و ثمره صحراهای آنها را خوردند. و هر نخوزاده را در زمین آنها ضربه زد، ابتدای تمام قوت آنها را. و آنها را با طلا و نقره بیرون آورد و در سبطهای او بی مجال نبود. مصر از برآمد رفتن آنها شاد شد، زیرا که ترسشان آنها را فرا گرفته بود. ابر برای سایه اندازی پهن کرد
و آتش برای آن که شبانه روشنایی دهد طلب کردند و بیدانه ها را فرستاد و از نان آسمان آنها را سیر کرد. کوه پاره را شکاف کرد و آب جاری شد. در جایهای خشک مثل دریا روان شد، زیرا که کلام مقدس خود را به یاد آورد و بنده خود ابراهیم را و قوم خود را با شادی بیرون آورد و برگزیدگان خود را با ترنم و زمینهای خلقها را به آنها داد و مهنت قبیله ها را میراث گرفتند تا که فرایض او را نگاه دارند و شریعت او را رعایت کنند. هللویا. کتاب زبور ترانه 105. مدح در شأن مرحمت خداوند نسبت به قوم گناهکار. هللویا. خداوند را حمد گوید، زیرا که نیکوست، زیرا که احسان او تا ابد است. کیست که قدرت خداوند را توصیف نموده تواند؟ تمام حمد و ثنای او را بشنواند. خوشا کسانی که انصاف را نگاه می دارند و هر وقت عدالت را به عمل می آورند. مرا به یاد آر ای خداوند وقتی که به قوم خود توجه می نمایی. با نجات خود به من نظر کن تا که خوشبختی برگزیدگان تو را بینم و شادمانی خلق تو شاد شوم، با میراث تو فخر کنم. با پدران خود خطا کرده ایم، گناهکار شده ایم، به شرارت داده شده ایم. پدران ما در مصر کارهای عجایبی تو را نفهمیدند، احسانهای زیادی تو را به یاد نآوردند و نزد بحر قلزم آشوب انداختند. ولیکن به خاطر اسم خود آنها را نجات داد تا که قدرت خود را معلوم کند و بحر قلزم را عتاب نمود و آن خشک شد و آنها را در ورطه‌ها مثل بیابان گرفته برد و آنها را از دست بدخواه نجات داد و از دست دشمن رها کرد و آب عدویان آنها را پوشاند، یک نفر هم از آنها باقی نماند. و به سخنان او ایمان آوردند، حمد و ثنای او را سراییدند. اما به زودی اعمال او را فراموش کردند، مشورت او را نگران نشدند و در بادیه به هوا و هوس داده شدند و خدا را در بیابان آزمودند و درخواستشان را به آنها داد، ولی لاغری بر جان آنها فرستاد و در باششگاه به موسی حسد بردند و به هارون قدوس خداوند. زمین کفیده داتان را فرو برد و توده ابیرام را پوشاند و در جماعه آنها آتش در گرفته علنگه آن شریران را سوزاند. در حریب گساله ساختند و به آن بت سجده کردند و جلال خود را عوض کردند به صورت گاوی که علف می خورد. خدای نجات دهنده خود را فراموش کردند که کارهای بزرگ در مصر کرده بود، کارهای عجایب در زمین هام، کارهای سهمگین نزد بحر قلزم، و میخواست آنها را نست و نابود کند اگر برگزیده او موسی پیش او در رخنگاه نمی ایستاد تا که غضب او را از هلاکت آنها برگرداند. و از زمین دلپذیر نفرت کردند، به کلام او ایمان نآوردند و در خیمه های خود شکوه می کردند، آواز خداوند را نمی شنیدند و دست خود را بر آنها برداشت تا که آنها را در بیابان افشاند و ذریاتشان را در میان خلقها افشاند و آنها را در زمینها پراکنده کند. و به الفور چسبیدند و قربانی های مردگان را می خوردند، با کردارهای خود به خشم آوردند و بر آنها وبا آمد. و فینحاس برخاسته داوری کرد و آن وبا از بین رفت و این برای او عدالت حساب کرده شد از نسل به نسل تا ابد. و نزد آب میریبا به غضب آوردند و موسی از باعث آنها جزا دید، زیرا که روح او را به هیجان آوردند و با لبانش ناسزا گفت. آن قومها را نیست نکردند که خداوند به آنها گفته بود، بلکه با خلقها آمیخته اعمال آنها را یاد می گرفتند و بتهای آنها را عبادت می کردند و آنها برایشان دام بودند و پسران خود و دختران خود را برای دیوها قربانی می کردند و خون بیگناه را می ریختند، یعنی خون پسران خود و دختران خود را که برای بتهای کنعان قربانی می کردند و زمین از خون نجس شد و با اعمال خود پلید شدند
و با کردارهای خود زیناکار گردیدند و غضب خداوند بر قوم او علنگه زد و از میراث خود نفرت کرد و آنها را به دست خلقها سپرد و بدخواهانشان بر آنها حکم فرما شدند و دشمنانشان آنها را به تنگ می آوردند و زیر دست آنها گردن می فراوردند. چندین بار آنها را رها کرد، ولی آنها با خودسری خود آشوب می انداختند و از گناه خود به ضلالت می افتادند. ولیکن در تنگی آنها نظر کرد وقتی که تضرع آنها را شنید و عهد خود را برای آنها به یاد آورد و از روی احسانهای زیاد خود تأسف خورد و آنها را پیش همه اسیر کنندگانش مرحمت نمود. ما را نجات ده ای خداوند خدای ما و ما را از میان خلقها جمع آور تا که اسم قدوس تو را حمد گویم، با حمد و ثنای تو فخر نماییم. مبارک است خداوند خدای اسرائیل از ازل تا ابد. و تمام قوم بگویند آمین، هللویا. کتاب زبور ترانه 106. حمد در شأن خداوند برای نجات دادن گناهکارانی که توبه کردند. خداوند را حمد گوید زیرا که نیکوست، زیرا که احسان او تا ابد است. رستگاران خداوند بگویند که آنها را او از دست عدو رها کرده است و آنها را از مملکت‌ها جمع آورده است، از شرق و غرب، از شمال و جنوب. در بیابان در راه بیراه آواره بودند، شهری مسکون نمیافتند. گرسنه و تشنه ماندند، جانشان اندرونشان از حال رفت. ولی در تنگی خود سوی خداوند فریاد کشیدند، آنها را از مصیبت‌هاشان رها کرد و آنها را به راه راست انداخت تا که به شهر مسکون روانه شوند. بگذار خداوند را برای احسان او حمد گویند و برای کارهای عجایب او از بحر بنی آدم. زیرا که جان اشتیاقمند را سیر کرده است و جان گرسنه را از ناز و نعمت پر کرده است. در تاریکی و ظلمات می نشستند، بندیان مصیبت و آهن بودند. زیرا که به سخنان خدا بی اطاعتی کردند و رأی حق تعالی را خوار دیدند و دل آنها را با مهنت فرو نشاند، به مجال شدند و مددگار نبود. ولی در تنگی خود سوی خداوند فغان کردند، آنها را از مصیبت هاشان نجات داد. آنها را از تاریکی و ظلمات بیرون آورد و بندهاشان را برکند. بگذار خداوند را برای احسان او حمد گویند و برای کارهای عجایب او از بحر بنی آدم. زیرا که درهای مسین را شکسته است و غلقه های آهنین را پاره کرده است. به عقلان از باعث راه جنایتکارانه خود و از باعث گناه های خود اذیت می کشیدند. جان آنها از هر خوراک نفرت داشت و به دروازه ممات رسیده بودند. ولی در تنگی خود سوی خداوند فغان کردند، آنها را از مصیبت هاشان نجات داد. کلام خود را فرستاد و آنها را شفا بخشید و آنها را از گورهاشان خلاص کرد. بگذار خداوند را برای احسان او حمد گویند و برای کارهای عجایب او از بحر بنی آدم و قربانی های شکرانه ذبح کنند و اعمال او را با ترنم وصف نمایند. کسانی که با کشتی ها بحر می پیمایند و در آبهای بسیار کار می کنند، آنها اعمال خداوند را دیدند و کارهای عجایب او را در قعرها. امر فرمود و بادی تنده برخیزاند و موجهای آن را برداشت، به آسمان ها می برآوردند، به ورطه ها می فراوردند. جانشان در مصیبت به لرزه افتاد. مثل مستان چرخ می زدند و می کلویدند و تمام حکمتشان سرگم شد. ولی در تنگی خود سوی خداوند فریاد کشیدند و آنها را از مصیبت هاشان بیرون آورد. تندباد را به خاموشی مبدل کرد و موجهای آنها ساکت شد و شاد شدند که خاموش گردید و آنها را به موضع دلخواهشان برده رساند. بگذار خداوند را برای احسان او حمد گویند و برای کارهای عجایب او از بحر بنی آدم و او را در جمع آمد قوم بالا بردار کنند و در مجلس پیران او را مدح نمایند.
دریاها را به بیابان تبدیل می دهد و چشمه های آب را به تشنه زمین. زمین حاصل خیز را به شور زمین از باعث بدی ساکنان آن. بیابان را به کول آب تبدیل می دهد و زمین خشکیده را به چشمه های آب. و گرسنگان را در آنجا جایگیر می کند و شهر مسکون می سازند. و صحراها را کیشت می کنند و تاکزارها می شنانند و آنها حاصل فراوان می آورند. و آنها را برکت می دهد و آنها بغایت بارور می شوند و چارپای آنها را کم نمی کند، ولی کم شمار می شوند و از فشار بدی و غم و غصه به ضلالت می افتند. زبونی را بر میران می ریزد و آنها را در بادیه بیراهه سرسان و سرگردان می کند. ولیکن مسکین را از ضلالت بالا می بردارد و خانواده ها را مثل رمه گوسفندان سرشمار می گرداند. راستکاران این را دیده شاد می شوند و همه ناانصافان دهان خود را می بندند. کسی که صاحب حکمت است به این چیزها دقت می دهد و احسانهای خداوند را خواهند فهمید. کتاب زبور ترانه 107. سرود در شأن خدا برای نجات دادن برگزیدگان و خاک و تراب کردن دشمنان. سرود. ترانه داوود. دلم قوی است ای خدا، سرود خواهم خواند و خواهم سرایید روحم نیز. ای عود و بربط بیدار شو، من صبح دم را بیدار خواهم کرد. تو را ای خداوند در میان قوم ها حمد خواهم گفت و تو را در میان قبیله ها خواهم سرایید. زیرا که احسان تو بزرگ است فوق آسمان ها و راستی تو تا افلاک است. بر آسمان ها بلند شو ای خدا و جلال تو بر تمام زمین باد. برای آنکه دوستان تو خلاصی یابند با یمین خود نجات ده و مرا اجابت نما. خدا در قدس خود گفته است خرسند خواهم شد، شکم را تقسیم خواهم کرد و وادی سکوت را چین خواهم نمود. جلعاد از آن من است، منشه از آن من و افرایم خود من است، یهودا چوب دستی سلطنت من. موآب تاسی شستشوی من است، بر ادوم کفش خود را خواهم پرتافت، بر زمین فلیشتی فریاد خواهم زد. کیست که مرا به شهر قلعه‌دار درآورد؟ کیست که مرا به ادوم هدایت نماید؟ آیا نه تو ای خدا ما را پرتافته ای و با لشکرهای ما ای خدا بیرون نمی آیی؟ با ما از دست عدو یاوری نما، زیرا که مدد آدمیزاد هیچ است. با خدا ظفر خواهیم یافت و او عدویان ما را خاک و تراب خواهد کرد. کتاب زبور ترانه 108. دعای شخصی گرفتار تعقیبات درباره نجات دادن از دشمنان. برای سردار مغنیان ترانه داوود. ای خدای حمد و ثنای من خاموش نباش، زیرا که دهان شرارت و دهان مکر را بر من گشادند، با زبان کذب به من سخن میرانند و با سخنان عداوت مرا احاطه می نمایند و بی سبب با من جنگ می کنند. به عوض محبت من مرا تعقیب می نمایند، ولیکن من دعاگوی. به عوض نیکی به من بدی می کنند و به عوض محبت من عداوت. شریر را بر او تعیین نما و بگذار ابلیس به یمین او بیستد. وقتی که او به مرافعه می آید بگذار عیبدار شده برآید و دعای او برای او گناه حساب یابد. عمر او کوتاه شود، جاه و جلال او را دیگری بگیرد. فرزندان او یتیم مانند و زنش بیوه شود و فرزندان او در بدر گشته گدایی کنند و از خرابزار خود دور افتاده مدد پرسند. قرضخواه تمام مال و ملک او را ضبط کند و بیگانه ها مهنت او را تالان و تاراج نمایند. کسی نباشد که به او احسان کند و کسی نباشد که به یتیمان او رحم نماید. ذریات او گرفتار هلاکت گردند، در نسل دیگر نامشان محو شود. گناه پدران او نزد خداوند ذکر یابد و خطای مادر او از خاطر نرود. در مد نظر خداوند همیشه باشند و او ذکر آنها را از زمین نیست کند. از برای آنکه او احسان کردن را در یاد نداشت، بلکه آدمی مسکین و کم بغل و دلریش را تعقیب می کرد تا که به مردن رساند.
و لعنت را دوست می داشت و آن به سر او آمد و برکت را خواهان نبود و آن از او دور شد و لعنت را مثل لباس خود در بر کرد و آن مثل آب اندرون او داخل شد و مثل روغن در استخوان‌های او. پس بگذار آن برای او مثل جامه باشد که او پوشیده می گردد و مثل میانبندی که با آن همیشه کمر می بندد. چنین از پاداش از جانب خداوند برای عدویانم و برای آنهایی که بر جانم بدگویی می کنند. ولیکن تو ای خداوند خدا به خاطر اسم خود با من عمل نما، زیرا که احسان تو نیکوست. مرا رهایی ده، زیرا که من مسکین و کمبغل هستم و دلم اندرون من ریش ریش است. مثل سایه شامگاه به بادی فنا می روم، مثل ملخ رانده می شوم. زانوهایم از روزداری بی مجال گردیده است و جسمم بی روغن مانده لاغر شده است. و من نزد آنها ننگین شدم، مرا دیده سری خود را می جنبانند. مرا مددگار باش ای خداوند خدای من. با احسان خود مرا نجات ده تا بدانند که این دستی توست و تو ای خداوند این را کرده ای. آنها لعنت می خوانند ولی تو برکت ده. بگذار آنها قیام کرده شرمنده شوند ولی بنده تو شاد گردد. عدویانم لباس رسوایی در بر کنند و شرمندگی خود را مثل جامه بپوشند. خداوند را با زبان خود به غایت حمد خواهم گفت و در میان مردم بسیار او را مدح خواهم کرد. زیرا که به یمین مسکین می ایستد تا او را از آنهایی که جانش را محکوم کردن می خواهند نجات دهد. کتاب زبور ترانه 109. نبوت درباره جلال یافتن پسر خدا. ترانه داوود. خداوند به خداوند من گفت: به یمین من بنشین تا دشمنان تو را زیر پای تو اندازم. عصای قوت تو را خداوند از سیان خواهد فرستاد. در میان دشمنان خود حکمرانی نما. قوم تو در روز قوت تو به اختیار حاضر شدند. در سر و لباس قدسیت از بطن صبحدم شبنم جوانی تو برای توست. خداوند قسم خورده است و تأسف نخواهد خورد. تو کاهن هستی تا ابد و مانند ملک صادق. خداوند به یمین توست. در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد. بر خلقها داوری خواهد نمود. از جسدهای مرده پر خواهد کرد. سر را در زمین پهناور خواهد کوفت. از نهر سری راه خواهد نوشید. بنابراین سر خواهد برداشت. کتاب زبور ترانه 110. حمد و ثنا برای نجات دادن برگزیدگانی که احکام خدا را به جا می آورند. هللویا. خداوند را با تمام دل حمد خواهم گفت در شورای راستکاران و در جماعت. اعمال خداوند بزرگ است، مطلوب است برای همه شفقتمندان آن. کار او شکوه و شفقت است و عدالت او تا ابد قائم است. کارهای عجایب خود را وسیله ذکر گردانده است. خداوند بخشنده و رحیم است. و ترسگاران خود رزق و روزی داده است. عهد خود را به صورت ابدی در خاطر دارد. قوت اعمال خود را به قوم خود ظاهر ساخت تا که میراث خلقها را به آنها بدهد. اعمال دستهای او راستی و انصاف است. همه فرمودهای او با اعتماد است. تا ابد متین است. بر راستی و راستکاری اساس یافته است. رهایی برای قوم خود فرستاد. عهد خود را به صورت ابدی امر فرمود. اسم او قدوس و سهمگین است. ترس خداوند ابتدای حکمت است. خیرت نیکوست برای هر کسی که آنها را به جا می آورد. حمد و ثنای او تا ابد قائم است. کتاب زبور ترانه 111. وعده خوشبختی به ترسگاران خداوند. هللویا. خوشا کسی که از خداوند می ترسد، به احکام او بسیار شوق دارد. ذریات او در زمین زورآور خواهند بود. نسل راستکاران برکت خواهند یافت. فراوانی و ثروت در خانه اوست و عدالت او تا ابد قائم است. در تاریکی برای راستکاران نور طلوع می کند. بخشنده و رحیم و عادل است. نیکوست کسی که می بخشد و قرض می دهد. کارهای خود را از روی انصاف مرتب می نماید. زیرا که هرگز فرو نخواهد غلطید. عادل تا ابد ذکر خواهد یافت.
از آوازه بد نمی ترسد. دلش قوی است، به خداوند توکل می کند. دلش متین است، نمی ترسد تا دمی که ناکامی عدویانش را ببیند. اسراف نموده است و مسکینان تقسیم کرده داده است. عدالتش تا ابد قائم است. شاخش در جلال بلند خواهد شد. شریر این را دیده به خشم خواهد آمد. دندانهایش غیجی را زنانده سوز و گداز خواهد کرد. آرزوی شریران نیست خواهد شد. کتاب زبور ترانه 112. اسم خداوند مبارک باد. هللویا. ای بندگان خداوند مدح کنید. اسم خداوند را مدح کنید. اسم خداوند مبارک باد از حالا و تا ابد. از طلوع آفتاب تا غروب آن اسم خداوند ممدوح است. خداوند بر همه خلقها بلند است. جلال او بر آسمان هاست. کیست مانند خداوند خدای ما که بر افراسها نشسته خم می شود تا که بر آسمان و بر زمین نظر کند. بینوا را از خاک می بردارد. مسکین را از اخلاط بلند می کند. تا که با میران شناند، با میران قوم خود. زنی نازای را در خانه می شناند، همچون مادری که از فرزندانش شادمان است. هللویا. کتاب زبور ترانه 113. حمد و شکرانه در شأن خدا. وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمد و خاندان یعقوب از قوم بیگانه زبان. یهودا قدس او بود، اسرائیل حاکمیت او. بحر این را دیده گریخت، اردن قفا گشت. کوه‌ها مثل قشقاران جست و خیز کردند و تلها مثل بره ها. تو را چی شد ای بحر که گریختی؟ و ای اردن که قفا گشتی؟ و ای کوه‌ها که مثل قشقاران جست و خیز کردید و ای تلها که مثل بره ها؟ از حضور خداوند به لرزش آی ای زمین. از حضور خدای یعقوب که کوه پاره را به کول آب تبدیل می دهد و سنگ خارا را به چشمه آب. نه ما را ای خداوند، نه ما را، بلکه اسم خود را جلال ده. به خاطر احسان خود، به خاطر راستی خود. چرا خلقها گویند خدای آنها کجاست؟ ولیکن خدای ما در آسمان است، هر چی خواهد به عمل می آورد. بت‌های آنها نقره و طلاست، عملی دست‌های آدمی زاد. آنها دهان دارند ولی حرف نمی زنند. چشم دارند ولی نمی بینند. گوش دارند ولی نمی شنوند. بینی دارند ولی نمی بویند. دست دارند ولی لمس نمی کنند. پا دارند ولی نمی روند. از گلوی خود صدای نمی برارند. سازندگانشان مثل آنها خواهند بود و هر کسی که به آنها توکل می کند. ای اسرائیل، به خداوند توکل کنید. مددگار آنها و سپر آنها اوست. ای خاندان هارون، به خداوند توکل کنید. مددگار آنها و سپر آنها اوست. ای ترسگاران خداوند، به خداوند توکل کنید. مددگار آنها و سپر آنها اوست. خداوند ما را به یاد آورده برکت خواهد داد. خاندان اسرائیل را برکت خواهد داد. خاندان هارون را برکت خواهد داد. ترسگاران خداوند را برکت خواهد داد. خردان را با بزرگان. خداوند شما را افزون خواهد کرد، شما و فرزندان شما را. شما مبارک خداوند هستید که او آسمان و زمین را آفریده است. آسمان خداوند است، ولیکن زمین را به بنی آدم داده است. نه مردگان خداوند را مدح می کنند و نه همه فرو روندگان گور. ولی ما خداوند را مبارک خواهیم خواند از حالا و تا ابد. هللویا. کتاب زبور ترانه 114. شادمانی درباره نجات. خداوند را دوست می دارم، زیرا که آواز مرا، زاری های مرا می شنود. زیرا که گوش خود را سوی من خم نموده است. بنابراین تمام عمر خود او را خواهم خواند. کمندهای ممات مرا فرا گرفت و عذابهای گور مرا دریافت. به تنگی و غم و غصه دچار شدم. آنگاه اسم خداوند را خواندم. لطفاً ای خداوند جانم را برهان. خداوند بخشنده و عادل است و خدای ما رحمان است. خداوند ساده دلان را نگاهداری می کند. رنجور بودم و مرا نجات داد. ای جانم به آرامی خود برگرد.
زیرا که خداوند به تو توجه نموده است. زیرا که جانم را از ممات خلاصی داده ای، چشمم را از اشک، پایم را از لغزیدن. پیش خداوند در زمین زنده ها راه خواهم رفت. کتاب زبور ترانه 115. ممات پارسایان در نظر خداوند گران است. ایمان داشتم، بنابراین می گفتم من بغاید عقوبت کشیدم. من در مایوسی خود می گفتم هر آدم کاذب است. به خداوند چی پاداش دهم برای همه نیکی هایی که به من کرده است؟ کاسه نجات را خواهم برداشت و اسم خداوند را خواهم خواند. نذرهایم را به خداوند ادا خواهم کرد پیش تمام قوم او. ممات پارسایان خداوند در نظر او گران است. لطفاً ای خداوند، من بنده تو هستم. من بنده تو و پسری کنیز تو هستم. بندهای مرا کشاده ای. برای تو قربانی شکرانه را ذبح خواهم کرد و اسم خداوند را خواهم خواند. نذرهایم را به خداوند ادا خواهم کرد پیش تمام قوم او. در صحنهای خانه خداوند اندرون تو ای یروشلیم. هللویا. کتاب زبور ترانه 116. احسان بزرگ خداوند به آدمان. خداوند را مدح کنید ای همه خلقها، او را ستایش نمایید ای همه امتها. زیرا که احسان او بر ما غالب آمده است و راستی خداوند تا ابد است. هللویا. کتاب زبور ترانه 117. حمد و ثنای عادلان در شأن خداوند. خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست، زیرا که احسان او تا ابد است. اسرائیل بگویند زیرا که احسان او تا ابد است. خاندان هارون بگویند زیرا که احسان او تا ابد است. ترسگاران خداوند بگویند زیرا که احسان او تا ابد است. از تنگی خداوند را خواندم. خداوند مرا در وسط آباد اجابت نمود. خداوند با من است، نخواهم ترسید. آدمیزاد به من چی بتواند بکند؟ خداوند مددگار من است و من ناکامی بدخواهان خود را خواهم دید. پناه بردن به خداوند به است از توکل کردن به آدمیزاد. پناه بردن به خداوند به است از توکل کردن به میران. همه خلقها مرا احاطه کردند، به اسم خداوند آنها را البته نیست خواهم کرد. دور مرا گرفتند و مرا احاطه کردند، به اسم خداوند آنها را البته نیست خواهم کرد. مثل زنبورها دور مرا گرفتند، مثل آتش خارزار خاموش شدند. به اسم خداوند آنها را البته نیست خواهم کرد. مرا سخت حیله دادی تا که افتم، ولی خداوند به من مدد رساند. خداوند قوت من و سرود من است و نجات من شده است. آواز ترنم و نجات در خیمه های عادلان است. یمین خداوند با قدرت عمل می کند. یمین خداوند بلند می بردارد. یمین خداوند با قدرت عمل می کند. نخواهم مرد، بلکه زندگی خواهم کرد و اعمال خداوند را اعلان خواهم نمود. خداوند مرا سخت جزا داد، ولیکن مرا به مردن نرساند. دروازه های عدالت را برای من باز کنید. با آنها در آمده خداوند را حمد خواهم گفت. اینک دروازه خداوند، عادلان با آن داخل خواهند شد. تو را حمد میگویم زیرا که مرا اجابت نموده ای و نجات من شده ای. سنگی که معماران رد کردند، سنگی سری گوشه بنا گردید. این از جانب خداوند شد و در نظر ما حیرت انگیز است. همین روز را خداوند به عمل آورد، در آن به وجد آمده شادی خواهیم کرد. لطفاً ای خداوند نجات ده. لطفاً ای خداوند کامیاب ساز. مبارک است آن که به اسم خداوند می آید. شما را از خانه خداوند برکت می خواهیم. خداوند خداست که ما را نور بخشیده است. قربانی را با طنابها بسته تا برج‌های قربانگاه برید. تو خدای من هستی و تو را حمد می گویم. ای خدای من، تو را بالا بردار می نمایم. خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست، زیرا که احسان او تا ابد است. کتاب زبور ترانه 118. قوت معجزه آسای کلام خدا. خوشا کسانی راست راه که موافق شریعت خداوند رفتار میکنند.
خوش آنهایی که شهادات او را رعایت می کنند، با تمام دل طالب او می باشند. ناانصافی نیز نمی کنند، با راه های او می روند. تو فرمودهای خود را امر کردی تا که آنها را پره به جا آوریم. کاش که راه های من درست می بود تا که فرایض تو را نگاه دارم. آنگاه خجل نخواهم شد وقتی که به تمام احکام تو نظر اندازم. تو را با راستی دل حمد خواهم گفت وقتی که داوری های عادلانه تو را تعلیم گیرم. فرایض تو را نگاه خواهم داشت، مرا تماما ترک نکن. به چی وسیله جوان راه خود را پاکیزه می دارد؟ با نگاه داشتن خود موافق کلام تو. با تمام دل خود طالب تو شدم. مرا نگذار که سهو کرده از احکام تو سر تابم. سخن تو را در دل خود نهان داشتم تا که پیش تو خطا نکنم. ای خداوند، تو مبارک هستی، فرایض خود را به من تعلیم ده. همه داوری های دهان تو را با لبهای خود بیان کردم. در راه شهادات تو خرسندم چنان که در ثروت بهترین. در باری فرمودهای تو فکر و خیال می کنم و بر راه های تو نظر می اندازم. از فرایض تو حلاوت می برم. کلام تو را فراموش نخواهم کرد. و بنده خود توجه نما تا که زنده مانم و کلام تو را نگاهداری کنم. چشمانی مرا باز کن تا که از تورات تو کارهای عجایب را ببینم. من در زمین غریب هستم. احکام خود را از من پنهان ندار. جانم به لب آمده است از آرزوی آن که داوری های تو را در هر وقت بداند. بدقصدان ملعون را که از احکام تو سر میتابند عتاب نموده ای. ملامت و تمسخر را از من دفع کن، زیرا که شهادات تو را رعایت نمودم. میران نیز نشسته به مقابل من سخن میرانند، اما بنده تو درباره فرایض تو فکر و خیال میکند. شهادات تو نیز حلاوت من است، مشورتچیان من هست. جانم به خاک یکسان شده است. از روی کلام خود مرا زنده گردان. راه های خود را بیان کردم و مرا اجابت نموده ای. فرایض خود را به من تعلیم ده. طریق فرمودهای خود را به من بفهمان تا که درباره کارهای عجایب تو فکر و خیال کنم. جانم از اندوه آب شده است، از روی کلام خود مرا قایم گردان. راه کذب را از من دور کن و شریعت خود را به من عطا فرما. طریق راستی را برگزیدم. داوری های تو را پیش نظر خود می بینم و شهادات تو چسبیدم. خداوندا مرا خجل نکن. با راه احکام تو خواهم دوید، زیرا که دلم را فرح خواهی بخشید. طریق فرایض خود را ای خداوند به من نشان ده تا که آن را تا به آخر پیروی نمایم. مرا فهم ببخش تا که شریعت تو را پیروی نمایم و آن را با تمام دل نگاهداری کنم. مرا به راه احکام خود هدایت نما، زیرا که آن را خواستم. دلم را به شهادات خود مایل گردان و نه به طمعکاری. چشمانم را از دیدن چیزهای هیچ و پوچ پیشگیری نما، در طریق خود مرا زنده گردان. سخن خود را با بنده خود که به ترس تو داده شده است اجرا نما. ملامت مرا که از آن می ترسم پیشگیری نما، زیرا که داوری های تو نیکوست. اینک فرمودهای تو را آرزومندم. از روی عدالت خود مرا زنده گردان. بگذار احسانهای تو ای خداوند بر من بیاید و نجات تو موافق سخن تو، تا که به جواب بدگوی خود چیز گفته توانم، زیرا که به کلام تو توکل کردم. و کلام راستی را از دهانم تماما نگیر، زیرا که به داوری های تو امید بستم و شریعت تو را همیشه نگاهداری خواهم کرد تا ابد. در وسط آباد را خواهم رفت، زیرا که فرمودهای تو را جویا شدم. درباره شهادات تو پیش پادشاهان سخن خواهم راند و عار نخواهم داشت و از احکام تو که دوست می دارم حلاوت خواهم برد و کفهای خود را سوی احکام تو که دوست می دارم خواهم برداشت و درباره فرایض تو فکر و خیال خواهم کرد. کلام خود را با بنده خود به یاد آر که به وسیله آن مرا امید بخشیده ای. این در مصیبتم تسلای من است، زیرا که سخن تو مرا زنده گرداند.
بدقصدان مرا بسیار تمسخر کردند. با وجود آن از شریعت تو سر نتافتم. داوری های قدیمی تو را ای خداوند به یاد می آوردم و تسلی می یافتم. آتشینی مرا در بر می گیرد از شریرانی که شریعت تو را ترک کردند. فرایض تو سرودهای من بود در غریبستان من. شبانه اسم تو را ای خداوند به یاد می آوردم و شریعت تو را نگاهداری می کردم. آن از آن من گردیده است، زیرا که فرمودهای تو را رعایت نمودم. خداوند نصیبه من است. گفتم که کلام تو را نگاهداری کنم. مرحمت تو را با تمام دل التجا کردم. موافق سخن خود به من مرحمت نما. راههایم را اندیشیدم و پایهایم را سوی شهادات تو برگرداندم. برای نگاهداری احکام تو شتافتم و دیر نکردم. کمندهای شریران مرا احاطه نمود، لیکن شریعت تو را فراموش نکردم. نصف شب می خستم تا که تو را حمد گویم برای داوری های عادلانه تو. من به همه آنهایی که از تو می ترسند رفیق هستم و به آنهایی که فرمودهای تو را نگاهداری می کنند. از احسان تو ای خداوند زمین پر است، فرایض خود را به من تعلیم ده. و بنده خود ای خداوند موافق کلام خود نیکی کرده ای. عقل نیکو و دانش را به من تعلیم ده، زیرا که به احکام تو ایمان آوردم. پیش از آن که به ضلالت افتم من سهو می نمودم، ولی اکنون سخن تو را نگاهداری می کنم. تو نیکو و نیکوکار هستی، فرایض خود را به من تعلیم ده. بدقصدان در حق من دروغ می بافند، لیکن من با تمام دل فرمودهای تو را پیروی خواهم کرد. دل آنها مثل دنبه روغن بسته است، لیکن من از شریعت تو حلاوت می برم. برای من نیکوست که عقوبت کشیدم تا که فرایض تو را تعلیم گیرم. برای من شریعت دهان تو به است از هزارها طلا و نقره. دستهای تو مرا آفریده است و برپا کرده است. مرا فهم ببخش تا که احکام تو را تعلیم گیرم. ترسگاران تو مرا دیده شاد خواهند شد، زیرا که به کلام تو امید بستم. می دانم ای خداوند که داوری های تو عادلانه است و مرا بر حق عقوبت داده ای. پس بگذار احسان تو تسلای من گردد، موافق سخن تو با بنده تو. بگذار مرحمت تو بر من بیاید تا که زنده شوم، زیرا که شریعت تو حلاوت من است. بگذار بدقصدان خجل شوند، زیرا که ناحق به من ناانصافی کردند. اما من درباره فرمودهای تو فکر و خیال می کنم. بگذار ترسگاران تو سوی من برگردند و شهادات تو را بدانند. بگذار دلم در فرایض تو کامل باشد تا که خجل نشوم. جانم برای نجات تو خسته می شود. به کلام تو امید بستم. چشمانم برای سخن تو خسته می شود، می گویم کی مرا تسلی خواهی داد؟ زیرا که مثل مشک دود خورده گردیدم، اما فرایض تو را فراموش نکردم. چقدر است روزهای بنده تو؟ تعقیب کنندگان مرا کی داوری خواهی کرد؟ بدقصدان که به شریعت تو موافق نیستند برای من چاها کندند. تمام احکام تو حق است و راست. مرا ناحق تعقیب می کنند و من یاوری نما. کم مانده بود که در زمین کاری مرا تمام کنند، ولیکن من فرمودهای تو را ترک نکردم. از روی احسان خود مرا زنده گردان تا که شهادت دهان تو را نگاهداری کنم. کلام تو ای خداوند تا ابد است، در آسمان ها قائم است. صداقت تو تا ابد و دهر است، زمین را آفریده و آن ایستاده است. موافق دستورهای تو تا امروز ایستادند، زیرا که همه بنده تو هستند. اگر شریعت تو حلاوت من نمی بود، در مصیبت خود نابود می شدم. فرمودهای تو را هرگز فراموش نخواهم کرد، زیرا که با آنها مرا زنده گردانده ای. من از آن تو هستم، مرا نجات ده، زیرا که فرمودهای تو را جویا شدم. شریران مرا پاییده گشتند تا که مرا نابود کنند، اما من شهادات تو را مراقبه می نمایم. برای هر کمال زوال دیدم، اما احکام تو بغایت وسیع است. شریعت تو را چسان دوست می دارم، تمام روز فکر و خیالم درباره آن است.
احکام تو مرا از دشمنانم زیادتر حکمت آموخته است، زیرا که آن همیشه با من است. از همه معلمان خود داناتر شدم، زیرا که فکر و خیالم درباره شهادات توست. از پیران با معرفت تر شدم، زیرا که فرمودهای تو را رعایت می نمایم. از هر گونه راه بد پایهایم را بازداشتم تا که کلام تو را نگاهداری کنم. از دستورهای تو دور نشدم، زیرا که تو مرا تعلیم می دهی. چه شیرین از سخن تو به کام من و به دهانم از عسل شیرین تر است. از فرمودهای تو با معرفت شدم، بنابراین از هر گونه راه کذب نفرت دارم. کلام تو چراغ است برای پایم و نور است برای راهم. قسم خوردم و آن را به جا خواهم آورد که داوری های عادلانه تو را نگاهداری کنم. بسیار به ضلالت افتادم، خداوندا، موافق کلام خود مرا زنده گردان. به هدیه های دهانم توجه نما ای خداوند و دستورهای خود را به من تعلیم ده. جانم همیشه در کف من است، ولی شریعت تو را فراموش نمی کنم. شریران برای من دام نهادند، ولی از فرمودهای تو دور نشدم. شهادات تو را تا ابد میراث خود کردم، زیرا که آنها خرسندی دل من است. دلم را به اجرای فرایض تو مایل کردم به صورت ابدی تا به آخر. از هر دم خیالان نفرت دارم، ولی شریعت تو را دوست می دارم. پناه و سپر من تو هستی، به کلام تو امید بستم. از من دور شوید ای بدکشان، احکام خدای خود را پیروی خواهم کرد. مرا موافق سخن خود دستگیری نما تا که زنده شوم و از امیدم خجل نگردان. به من یاوری نما تا که نجات یابم و همیشه به فرایض تو نظر دوزم. همه آنهایی را که از فرایض تو دور شدند واژگون کرده ای، زیرا که نیرنگ آنها بیفایده است. همه شریران زمین را مثل زنگ آهن تراشیده نیست میکنی، بنابراین شهادات تو را دوست داشتم. از ترس تو موی بدنم سیخ شده است و از داوری های تو می ترسم. انصاف و عدالت را پیشه کردم، مرا به ستمگرانم تسلیم نکن. بر نفع بنده خود ضامن شو تا که بدقصدان به من ستم نکنند. چشمانم برای نجات تو خسته می شود و برای سخن عدالت تو. با بنده خود از روی احسان خود عمل نما و فرایض خود را به من تعلیم ده. من بنده تو هستم، مرا فهم ببخش تا که شهادات تو را درک نمایم. وقتی آن است که خداوند عمل کند. شریعت تو را پایمال کردند، لیکن من احکام تو را دوست می دارم بیشتر از طلا و زر خالص. بنابراین همه فرمودهای تو را در هر بابت راست می شمارم، از هر راه کذب نفرت دارم. شهادات تو عجایب است، بنابراین جانم آنها را رعایت می کند. آغاز کلام تو نور می پاشد، ساده دلان را فهم می بخشد. دهانم را وسیع کشاده نفس می گیرم، زیرا که تشنه احکام تو هستم. به من لطف و مرحمت نما، چنان که دوستداران اسم تو را سزاوار است. قدمهایم را در سخن خود استوار گردان و هیچ بدی را نگذار که بر من حکمران شود. مرا از ستم آدمیزاد رهایی ده تا که فرمودهای تو را نگاهداری کنم. روی خود را به بنده خود منور نما و فرایض خود را به من تعلیم ده. جویبارهای آب از چشمانم روان است، از دست آنهایی که شریعت تو را نگاهداری نمی کنند. تو ای خداوند عادل هستی و داوری های تو حق است و راست. شهادات خود را با عدالت امر فرموده و با راستی مطلق. رشک من کاری مرا تمام کرده است، زیرا که عدویانم کلام تو را فراموش کردند. سخن تو بغایت پاکیزه است و بنده تو آن را دوست می دارد. من خرد و حقیر هستم، اما فرمودهای تو را فراموش نکردم. عدالت تو عدالت است تا ابد و شریعت تو حق است و راست. تنگی و کلفت مرا دریافته است، احکام تو حلاوت من است. عدالت شهادات تو تا ابد است، مرا فهم ببخش تا که زنده شوم. با تمام دل میخوانم، مرا اجابت نما ای خداوند تا که فرایض تو را پیروی نمایم.
تو را می خوانم مرا نجات ده تا که شهادات تو را نگاهداری کنم. پیش از دمیدن صبح خسته استغاثه می برم، به کلام تو امید بستم. چشمانم در پاسهای شب گشاده می شود تا که درباره سخن تو فکر و خیال کنم. آواز مرا از روی احسان خود بشنو خداوندا، از روی انصاف خود مرا زنده گردان. شهوتمندان فسق و فجور نزدیک آمدند، آنها از شریعت تو دور هستند. تو ای خداوند نزدیک هستی و تمام احکام تو حق است و راست. از قدیم شهادات تو را دانستم که آنها را به صورت ابدی بنیاد کرده ای. به مصیبتم نظر کن و مرا رهایی ده، زیرا که شریعت تو را فراموش نکردم. داد مرا بگیر و مرا برهان، موافق سخن خود مرا زنده گردان. از شریران نجات دور است، زیرا که طالب فرایض تو نیستند. مرحمت های تو بسیار است ای خداوند، از روی انصاف خود مرا زنده گردان. تعقیب کنندگانم و عدویانم بسیارند، لیکن از شهادات تو سر نتافتم. خائنان را می بینم و متنفر می شوم، چون که آنها سخن تو را نگاهداری نمی کنند. ببین که فرمودهای تو را دوست می دارم. خداوندا، از روی احسان خود مرا زنده گردان. ته کرسی کلام تو حق است و راست و هر داوری عادلانه تو تا ابد است. میران مرا بر عبث تعقیب می کنند، ولی دلم از کلام تو می ترسد. از سخن تو شادمانم، مثل کسی که غنیمت بسیار به دست آورده باشد. از کذب کراهت دارم و متنفر می شوم. شریعت تو را دوست می دارم. روز 7 کرات تو را مدح می نمایم برای داوری های عادلانه تو. دوستداران شریعت تو آسایشتگی زیاد دارند و چیزی به آنها مانع نمی شود. به نجات تو ای خداوند امید بستم و احکام تو را اجرا می کنم. جانم شهادات تو را نگاهداری می کند، آنها را بغایت دوست می دارم. فرمودهای تو را و شهادات تو را نگاهداری می کنم، زیرا که همه راههایم پیش نظر توست. بگذار تضرع من پیش تو ای خداوند نزدیک شود، موافق کلام خود مرا فهم ببخش. بگذار استغاثه‌ام پیش تو برسد، موافق سخن خود مرا خلاصی ده. لبهایم حمد و ثنای تو را افاده خواهد کرد وقتی که فرایض خود را به من تعلیم دهی. زبانم سخن تو را خواهد سرایید، زیرا که تمام احکام تو عدل است. بگذار دست تو مددگار من باشد، زیرا که فرمودهای تو را برگزیدم. آرزومند نجات تو هستم ای خداوند و شریعت تو حلاوت من است. بگذار جانم زنده باشد تا که تو را مدح کند و داوری های تو به من مدد رسانند. مثل گوسفند گم شده راه را گم کردم، بنده خود را طلب کن، زیرا که احکام تو را فراموش نکردم. کتاب زبور ترانه 119. دعا درباره خلاصی دادن از بهتانگویان. سرود صعود. در تنگی خود سوی خداوند خواندم و مرا اجابت نمود. خداوندا، جانم را از لبهای دروغگوی خلاصی ده و از زبان حیله‌گر. چه چیزی به تو خواهد داد و چه چیزی به تو خواهد افزود ای زبان حیله‌گر؟ تیرهای تیز مرگاور با اخگرهای رتم. وای بر حالم که در مشق مأوا گرفتم، نزد خیمه های قیدار ساکن شدم. دیرگاه جانم با بدخواهان صلح و آسایشتگی ساکن بود. من صلحجو هستم و هنگامی که سخن میرانم آنها روی به جنگ می آورند. کتاب زبور ترانه 120. مدد از جانب خداوند. سرود صعود. چشمانم را سوی کوهها می نگرانم، مدد من از کجا می آید؟ مدد من از جانب خداوند است که او آسمان و زمین را آفریده است. او نخواهد گذاشت که پایت بلغزد، نگهبانت پینک نخواهد کرد. اینک نگهبان اسرائیل پینک نخواهد کرد و خواب نخواهد رفت. خداوند نگهبان توست، خداوند سایبان توست به یمین تو. روزانه آفتاب تو را نخواهد زد و شبانه ماه. خداوند تو را از هر بدی نگاه خواهد داشت، جانت را نگاهداری خواهد کرد.
خداوند برآمدنت را و آمدنت را نگاهداری خواهد کرد از حالا و تا ابد. کتاب زبور ترانه 121. دعا شکرانه گفتن است به خدا. سرود سعود داوود. شاد شدم وقتی که به من گفتند به خانه خداوند برویم. پایهای ما نزد دروازه های تو ایستاده است ای یروشلیم. یروشلیم آبادان همچون شهری که کاملا به هم پیوسته است که به آنجا سبطهای خداوند صعود می کردند تا که موافق شهادت اسرائیل اسم خداوند را حمد گویند. زیرا که در آنجا کرسی های داوری می ایستاد، کرسی های خاندان داوود. برای یروشلیم صلح و آسایشتگی طلب کنید. بگذار دوستداران تو نیکروز باشند. بگذار صلح و آسایشتگی در استحکام های تو باشد و نیکروزی در قصرهای تو. به خاطر برادرانم و یارانم می گویم که صلح و آسایشتگی بر تو باد. به خاطر خانه خداوند خدای ما برای تو نیکویی می طلبم. کتاب زبور ترانه 122. دعا درباره نجات دادن از ظالمان. سرود سعود. سوی تو چشمانم را می نگرانم ای که بر آسمان ها نشسته ای. اینک چنان که چشمان غلامان سوی دست آقایان آنهاست، چنان که چشمان کنیز سوی دست خاتون اوست. آنچنان چشمان ما سوی خداوند خدای ماست تا دمی که به ما مرحمت نماید. به ما مرحمت نما ای خداوند، به ما مرحمت نما، زیرا که بسا ما از تحقیر سیر شدیم. بسا جان ما از تمسخر لاابالان و تحقیر مغروران سیر گردیده است. کتاب زبور ترانه 123. خداوند به ما در محتاجی مدد می رساند. سرود سعود داوود. اگر خداوند با ما نمی بود اسرائیل بگویند. اگر خداوند با ما نمی بود وقتی که آدمان بر ما قیام کردند، آنگاه ما را زنده به زنده فرو می بردند. وقتی که خشمشان بر ما آتش گرفته بود، آنگاه آبها ما را غرق می کرد. سیلاب بر جان ما می گذشت. آنگاه آبهای خروشان بر جان ما می گذشت. مبارک است خداوند که ما را طعمه دندانهای آنها نگرداند. جان ما مثل مرغ از دام صیادان رها شد. دام ویران شد و ما رهایی یافتیم. مدد ما در اسم خداوند است که او آسمان و زمین را آفریده است. کتاب زبور ترانه 124. خداوند به نیکان مدد می رساند. سرود سعود. آنهایی که به خداوند توکل می کنند مثل کوه سیان هستند که فرو نمی غلطد و تا ابد پایدار است. کوهها گرداگرد یروشلیم است و خداوند گرداگرد قوم خود از حال و تا ابد. زیرا که عصای شرارت بر قسمت عادلان قرار نخواهد یافت تا که عادلان دستهای خود را به ناانصافی دراز نکنند. به نیکان ای خداوند نیکی کن و به آنهایی که دلشان راست است. ولیکن کسانی که به کجروی مایلند، خداوند آنها را همراه بدکرداران روانه خواهد کرد. صلح و آسایشتگی بر اسرائیل باد. کتاب زبور ترانه 125. سرود شادیانه نجات یافتگان. سرود سعود. وقتی که خداوند اسیران سیان را برگرداند، مثل خواب بینندگان بودیم. آنگاه دهان ما از خنده پر بود و زبان ما از ترنم. آنگاه در میان خلقها می گفتند خداوند چیزهای بزرگ برای آنها به عمل آورد. خداوند با ما کارهای بزرگ کرد، ما شاد گشتیم. خداوند اسیران ما را برگرداند مثل مجراهای آب در جنوب خشک. آنهایی که با اشک کشت می کنند با ترنم درف خواهند کرد. کسی که گریه کنان رفته خلطه تخمی را می کشاند با ترنم برگشته در زهای خود را خواهد کشاند. کتاب زبور ترانه 126. به خدا تمام جد و جهد بر عبث می باشد. سرود سعود سلیمان. اگر خداوند خانه را بنا نکند، بناکاران آن بر عبث مهنت می کنند. اگر خداوند شهر را نگهبانی نکند، پاسبان آن بر عبث جدل می نماید.
بر عوض شما بر محل می خیزید تا به وقتی می نشینید، نان رنج را می خورید، در صورتی که او به محبوب خود خواب می بخشد. اینک فرزندان میراث از جانب خداوند هستند، ثمر بطن مزد است از جانب او. چگونه که تیرها در دست زورآور است، آن گونه‌اند فرزندان ایام جوانی. خوشا مردی که تیردانش را از آنها پر کرده باشد. خجل نخواهند شد وقتی که با دشمنان نزد دروازه سخن رانند. کتاب زبور ترانه 127. ترسگاران خدا نیکروز می باشند. سرود سعود. خوشا هر ترسگار خداوند که با راههای او می رود. از مهنت کفهای خود خواهی خورد، تو خوشبخت هستی و نیکویی با توست. زنت مثل تاک بارور اندرون خانه توست، فرزندانت مثل نهالهای زیتون در گرد سفره تو. اینک مردی ترسگار خداوند چنین برکت خواهد یافت. خداوند تو را از سیان برکت خواهد داد و کر و فر یروشلیم را تمام ایام زندگی خود خواهی دید و فرزندان فرزندانت را خواهی دید. صلح و آسایشتگی بر اسرائیل باد. کتاب زبور ترانه 128. بگذار آنهایی که از سیان نفرت دارند خجل شوند. سرود سعود. بسا مرا از جوانیم به تنگ آوردند، بگوید اسرائیل. بسا مرا از جوانیم به تنگ آوردند، با وجود این بر من غالب نآمدند. بر تخت پشتم شدگار کنندگان شدگار کردند، جویکای خود را دراز کردند. لیکن خداوند عادل است، بندهای شریران را پاره پاره کرد. بگذار همه بدخواهان سیان خجل شوند و قفا گردند. مثل سبزه بالای بامها باشند که پیش از گل کردنش خشک می شود. که درافگر کف خود را از آن پر نمی کند و درزبند قوچاق خود را. و راهگذران نمی گویند برکت خداوند بر شما باد، شما را به اسم خداوند برکت می خواهیم. کتاب زبور ترانه 129. دعا درباره آمرزیدن گناهکاران. سرود سعود. از عمقا تو را ای خداوند می خوانم. خداوندا، آواز مرا بشنو. بگذار گوشهای تو به آواز زاری هایم دقت نماید. اگر تو ای خداوند گناه ها را به نظر گیری، کیست ای خداوند که ایستادگی کرده تواند؟ اما آمرزش نزد توست تا که سهمگین باشی. به خداوند امیدوارم، جانم امیدوار است و به کلام او امید بستم. جانم خداوند را منتظر است، زیاده از آن که پاسبانان صبح دم را. ای اسرائیل، به خداوند امید بند، زیرا که احسان نزد خداوند است و خلاصی نزد او بسیار است و او اسرائیل را از همه گناههای وی خلاصی خواهد داد. کتاب زبور ترانه 130. امید بستن به خدا. سرود سعود داوود. خداوندا، دلم مغرور نیست و چشمانم هوا بلندانه نگاه نمی کند و من از پی کارهای بزرگ نمی دوم و از پی کارهای عجایبی که از دستم نمی آید، بلکه جانم را آرام و ساکت می کنم، مثل کودک از سینه جدا شده ای که در آغوش مادرش می خوابد. جانم اندرون من مثل کودکی است که از سینه جدا کرده شده است. ای اسرائیل، به خداوند امید بند از حال و تا ابد. کتاب زبور ترانه 131. خداوند وعده های خود را به جا می آورد. سرود سعود. داوود را ای خداوند به یاد آر تمام مهنت او را، که به خداوند قسم خورده بود، به قادر یعقوب نذر کرده بود. زیر سقف خانه خود داخل نخواهم شد، بر جای خواب خود نخواهم برآمد. خواب به چشمان خود نخواهم داد و غنب به مژگان خود، تا دمی که مقام برای خداوند پیدا کنم و مسکنها برای قادر یعقوب. اینک درباره آن در افرات شنیدیم، آن را در صحرای یائر یافتیم. به مسکنهای او می آییم، به قدمگاه او سجده می کنیم. برخیز ای خداوند، به آرامگاه خود بیا، تو و صندوق شفقت تو. کاهنان تو جامه عدالت خواهند پوشید
و پارسایان تو ترنم خواهند کرد. به خاطر بنده خود داوود روی مسیح خود را برنگردان. خداوند به داوود به راستی قسم خورده است و از آن نخواهد برگشت. از ثمر بطن تو بر تخت تو خواهم گذاشت. اگر پسرانت عهد مرا نگاهداری کنند و شهادت مرا که به آنها تعلیم خواهم داد، پسران آنها نیز به صورت ابدی بر تخت تو خواهند نشست. زیرا که خداوند سیان را برگزیده است، آن را برای نشیمنگاه خود خواسته است. این است آرامگاه من به صورت ابدی. در اینجا خواهم نشست زیرا که آن را خواستم. حاصلاتش را برکت خواهم داد. کمبغلانش را از نان سیر خواهم کرد و کاهنانش را جامه نجات خواهم پوشانید و پارسایانش پیوسته ترنم خواهند کرد. در آنجا شاخ داوود را خواهم سبزانید. چراغ برای مسیح خود خواهم برافروخت. دشمنان او را جامه خجالت خواهم پوشانید، ولیکن بر او تاج او درخشان خواهد شد. کتاب زبور ترانه 132. خوشبختی معاشرت. سرود سعود داوود. اینک چه خوش است و چه دلپذیر که برادران در یک جای همنشین باشند. مثل روغن نیکو بر سر که شاریده بریش میفراید. بریش هارون که به گریبان ردای او میفراید. مثل شبنم هرمون که به کوههای سیان میفراید، زیرا که در آنجا خداوند برکت را امر فرموده است و حیات را تا ابد. کتاب زبور ترانه 133. وعده برکت های خدا. سرود سعود. هان خداوند را مبارک بخوانید ای همه بندگان خداوند که شبها در خانه خداوند می ایستید. دستهای خود را سوی قدس بالا کنید و خداوند را مبارک بخوانید. خداوند که آفریننده آسمان و زمین است، تو را از سیان برکت خواهد داد. کتاب زبور ترانه 134. مدح در شأن خدای قادر. هللویا، اسم خداوند را مدح کنید. مدح کنید ای بندگان خداوند که در خانه خداوند می ایستید، در صحنهای خانه خدای ما. هللویا، زیرا که خداوند نیکوست، اسم او را بسرایید زیرا که دلپذیر است. زیرا که خداوند یعقوب را برای خود برگزیده است و اسرائیل را همچون عزیز خود. یقین می دانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما از همه خدایان برتری دارد. خداوند هر چی خواهد به عمل می آورد، در آسمان و در زمین، در بحرها و در همه ورطه‌ها. ابرها را از اقصای زمین بالا می بردارد. برقها را برای باران به وجود می آورد. باد را از گنجینه های خود بیرون می کند. او نخوزادگان مصر را ضربه زده است، از آدمیزاد تا چارپا. علامات و معجزات را به درون مصر فرستاده است، بر فرعون و بر همه غلامان وی. او خلقهای بسیار را ضربه زده است و پادشاهان زورآور را کشته است. سیخون پادشاه اموریان را و اوش پادشاه باشان را و همه مملکت‌های کنعان را و زمین آنها را میراث داده است، میراث به قوم خود اسرائیل. خداوندا اسم تو تا ابد است. خداوندا ذکر تو تا ابد الدهر است. زیرا که خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد و بر بندگان خود ترحم خواهد نمود. بت‌های خلقان نقره و طلاست، عملی دست‌های آدمیزاد. آنها دهان دارند ولی حرف نمیزنند، چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند ولی گوش نمی کنند، در دهانشان نیز نفسی نیست. سازندگانشان مثل آنها خواهند بود و هر کسی که به آنها توکل می کند. ای خاندان اسرائیل، خداوند را مبارک بخوانید. ای خاندان هارون، خداوند را مبارک بخوانید. ای خاندان لیوی، خداوند را مبارک بخوانید. ای ترسگاران خداوند، خداوند را مبارک بخوانید. خداوند از سیان مبارک است، ساکن یروشلیم است. هللویا. کتاب زبور ترانه 135. مدح در شأن مرحمت خدا. خداوند را حمد گوید زیرا که نیکوست، زیرا که احسان او تا ابد است.
خدای خدایان را حمد گوید، زیرا که احسان او تا ابد است. خداوند خداوندان را حمد گوید، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که تنها خودش کارهای عجایب بزرگ می کند، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که آسمان را خردمندانه آفریده است، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که زمین را بر آبها گسترده است، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که نیرهای بزرگ آفریده است، زیرا که احسان او تا ابد است. آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا که احسان او تا ابد است. ماه و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که مصر را در نخوزادگان آنها ضربه زده است، زیرا که احسان او تا ابد است. و اسرائیل را از میان آنها بیرون آورده است، زیرا که احسان او تا ابد است. با دست توانا و با بازوی طولانی، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که بحر قلزم را تقسیم کرده است، زیرا که احسان او تا ابد است. و اسرائیل را از میانه آن گذرانده است، زیرا که احسان او تا ابد است. و فرعون و لشکری ورا در بحر قلزم انداخته است، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که قوم خود را در بیابان برده است، زیرا که احسان او تا ابد است. او را که پادشاهان بزرگ را ضربه زده است، زیرا که احسان او تا ابد است. و پادشاهان نیرومند را کشته است، زیرا که احسان او تا ابد است. سیحون پادشاه اموریان را، زیرا که احسان او تا ابد است. و اوج پادشاه باشان را، زیرا که احسان او تا ابد است. و زمین آنها را میراث داده است، زیرا که احسان او تا ابد است. میراث به بنده خود اسرائیل، زیرا که احسان او تا ابد است. ما را در زلالت ما به یاد آورده است، زیرا که احسان او تا ابد است. و ما را از عدویان ما خلاصی داده است، زیرا که احسان او تا ابد است. او به تمام بشر رزق و روزی می دهد، زیرا که احسان او تا ابد است. خدای آسمان را حمد گوید، زیرا که احسان او تا ابد است. کتاب زبور ترانه 136. سرود نزد نهرهای بابل. نزد نهرهای بابل آنجا می نشستیم، می گریستیم نیز، وقتی که سیان را به یاد می آوردیم. بر درختان بیت که اندرون آن بود، بربطهای خود را آویختیم. زیرا که در آنجا اسیر کنندگان ما از ما سخنان سرود را طلب می کردند و ظلم کنندگان ما شادمانی را. برای ما از سرودهای سیان بخوانید. چی طور ما سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟ اگر تو را ای یروشلیم فراموش کنم، بگذار یمین من فراموش شود. زبانم به کامم بچسبد اگر تو را به یاد نآورم. اگر یروشلیم را بر سر شادمانی خود نگذارم. خداوندا، روز یروشلیم را به بنی ادوم یادآوری نما که گفته بودند: ویران کنید، از بنیادش ویران کنید، ای دختری بابل تباهکار. خوشا کسی که سزای تو را دهد برای سزایی که به ما داده ای. خوشا کسی که کودکان تو را گرفته به صخره زند. کتاب زبور ترانه 137. سرود شکرانه برای مدد خدا. ترانه داوود. با تمام دلم تو را حمد خواهم گفت، در رو بروی خدایان تو را خواهم سرایید. سوی قصر قدس تو سجده خواهم کرد و اسم تو را برای احسان تو و برای راستی تو حمد خواهم گفت. زیرا که اسم خود و سخن خود را از هر چیز بزرگ کرده ای. در روزی که تو را خواندم مرا اجابت نمودی، قوت را در جانم افزون کردی. تو را ای خداوند همه پادشاهان زمین حمد خواهند گفت، وقتی که سخنان دهان تو را بشنوند و طریقهای خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال خداوند بزرگ است. هرچند که خداوند بلند است، به زمین نظر می کند و هوا بلند را از دور می شناسد. اگرچه اندرون تنگی راه روم، مرا زنده خواهی گرداند. بر خشم دشمنانم دست خود را روانه خواهی کرد و یمین تو مرا نجات خواهد داد. خداوند به نفع من انجام خواهد داد. خداوندا، احسان تو تا ابد است. کاری دستهای خود را ترک نکن.
کتاب زبور ترانه 138 کارهای عجایب خداوند. برای سردار مغنیان ترانه داوود. خداوندا مرا تفتیش نموده‌ای و میشناسی. تو شین و خیز مرا میدانی. اندیشه های مرا از دور میفهمی. اطوار و کردار مرا سنجیده‌ای و همه راههایم به تو معلوم است. کلمه هنوز بر زبانم نیست که تو ای خداوند آن را به کلی میدانی. از قفا و از پیش مرا فرا گرفته ای و کفی خود را بر من گذاشته ای. این عجب معماست که از دانستنش عاجزم. چنان بلند است که آن را فهمیده نمیتوانم. از روح تو کجا روم و از حضور تو کجا گریزم؟ اگر با آسمان برایم آنجا تو هستی و اگر در گور بستر اندازم آنجا نیز تو هستی. اگر بالهای شفق صبح را گرفته در اقصای بحر ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا هدایت خواهد نمود و یمین تو مرا دستگیری خواهد کرد. و اگر گویم البته تاریکی مرا نهان خواهد کرد و شب برای من پناهگاه خواهد شد. اما تاریکی نیز از تو پنهان نخواهد کرد و شب مثل روز روشن خواهد شد. خواه تاریکی باشد خواه روشنایی. زیرا که تو باطنم را به وجود آورده ای، مرا در بطن مادرم طرح افکنده ای. تو را حمد خواهم گفت برای آن که به طور خیلی عجایب آفریده شدم. اعمال تو عجایب است و جانم این را نغز می داند. استخوان‌هایم از تو پوشیده نبود وقتی که در نهان ساخته می شدم. در تحت و سراب به وجود می آمدم. جنینم را چشمان تو دیده است و در دفتر تو همه عضوهایم نوشته شده است و روزهای پیدا شدن آنها. در صورتی که هیچ یکی از آنها هنوز وجود نداشت. چگونه گرانبهاست برای من اندیشه های تو ای خدا. چگونه بزرگ است مقدار آنها. اگر آنها را در شمار آورم از ریگ زیادتر است. وقتی که بیدار می شوم هنوز با تو هستم. کاش که ای خدا شریر را به قتل برسانی. ای خونخوران از من دور شوید. آنها درباره تو با نیرنگ سخن می رانند. عدویانت اسم تو را برابس به زبان می گیرند. چگونه نفرت نکنم از آنهایی که از تو ای خداوند نفرت دارند. و چگونه متنفر نشوم از آنهایی که بر تو قیام می کنند. با نفرتی تام از آنها نفرت می کنم. آنها دشمنان منند. مرا ای خدا تفتیش نما و دلم را بشناس. مرا بسنج و اندیشه هایم را بدان. و ببین که آیا راهم کج است و مرا به راه نیکو انداز. کتاب زبور ترانه 139. دعا درباره مدد رساندن بر ضد دشمنانی که هجوم میکنند. برای سردار مغنیان ترانه داوود. مرا ای خداوند از آدم بد برهان. از شخص ظالم مرا محافظت نما که آنها در دل قصدهای بد دارند. هر روز جنگ و جدال به میان می آورند. زبان خود را به سان مار تیز می کنند. زهر افعی زیر لبهای آنهاست. سیلا. مرا ای خداوند از دست شریر نگاه دار. از ظالم مرا محافظت نما که آنها قصد دارند پایهای مرا لغزانند. مغروران برای من قبقان و کمندها پنهان کردند. در سر راه دام نهادند. تزاقها برای من شیناندند. سیلا. به خداوند گفتم تو خدای من هستی. با آواز زاری هایم ای خداوند گوش انداز. خداوندا خداوندا ای قوت نجاتم. در روز حرب و ضرب سری مرا پوشیده ای. آرزوهای شریر را ای خداوند به اجرا نرسان. قصد بدش را به عمل نبرار تا که هوا بلند نشود. سیلا. بگذار سری آنهایی را که گرد مرا گرفتند خباثت لبهای خودشان بپوشد. بگذار بر آنها اخگرها فرو ریزد. بگذار آنها در آتش فرو غلطند و در جرها تا که برخاستن نتوانند. شخص بدزبان در زمین غایب نخواهد شد. ظالم را بدی به دام درآورده شکست خواهد داد. می دانم که خداوند به مظلومان دادگری و به مسکینان انصاف خواهد کرد. به یقین عادلان اسم تو را حمد خواهند گفت. راستگاران به حضور تو ساکن خواهند شد.
کتاب زبور ترانه 140. دعا درباره مدد رساندن بر ضد شریران. ترانه داوود. خداوندا تو را میخوانم، سوی من شتاب نما. با آوازم گوش انداز وقتی که تو را میخوانم. بگذار دعایم به حضور تو مثل بخور مقبول افتد و بالا کردن کفهایم مثل هدیه شام. بر دهانم ای خداوند پاسبان بیمان و دری لبهایم را نگهبانی نما. دلم را به چیزی بد مایل نگردان تا که در راه شرارت با شخصان بدکردار عمل نکنم و از ناز و نعمت آنها نچشم. عادل مرا بزند احسان است و مرا مذمت نماید روغن است برای سرم و سرم به آن مانع نخواهد شد، زیرا که هنوز دعایم بر ضد کردارهای بدی آنهاست. داوران آنها از بالای صخره پرتافته خواهند شد و آنگاه سخنان مرا خواهند شنید، زیرا که خوش است. مثل آن که زمین از شودگار پاره پاره می شود. استخوان‌های ما در دهان گوریستان پراکنده خواهد شد. اما چشمانم سوی توست ای خداوند، خداوند. به تو پناه میبرم، جانم را نابود نکن. مرا از دامی که برای من نهادند نگاهداری نما و از توزاق‌های بدکرداران. شریران در دامهای خود خواهند افتاد، در صورتی که من صحت سلامت خواهم گذشت. کتاب زبور ترانه 141. دعا درباره مدد رساندن در وقت دشواری ها. سرود تعلیمی داوود. دعای او وقتی که در مغاره بود. با آواز خود سوی خداوند فریاد میکشم، با آواز خود سوی خداوند زاری میکنم. اندوهم را پیش او اظهار می نمایم، تنگیم را پیش او بیان میکنم. وقتی که روحم در من از حال می رفت، تو طریق مرا می دانستی در راهی که می روم. دام برای من پنهان کردند. به طرف راست نظر انداز و ببین که کسی به من شناس نیست. گریزگاه برایم باقی نمانده است. کسی نیست که غم جانم را بخورد. سوی تو ای خداوند فریاد کشیدم و گفتم، تو پناهگاه من هستی و نصیبه من در زمین زنده ها. و تضرعم دقت نما، زیرا که بسیار بیمجال شدم. مرا از تعقیب کنندگانم خلاصی ده، زیرا که از من پرزورترند. جانم را از زندان بیرون آر تا که اسم تو را حمد گویم. عادلان در من افتخار خواهند کرد وقتی که تو به من توجه نمایی. کتاب زبور ترانه 142. دعا درباره حمایت کردن از دشمنان. ترانه داوود. خداوندا، دعای مرا بشنو، به زاری هایم گوش انداز. در صداقت خود مرا از روی عدالت خود اجابت نما. و با بنده خود به مرافعان نبیا، زیرا هیچ یک زنده نیست که پیش تو سفید شده تواند. زیرا که دشمن جانم را تعقیب می نماید، حیاتم را به زمین یکسان کرده است. مرا در ظلمات ساکن گردانده است، مثل آنهایی که از قدیم مردند. و روحم در من بیحال شده است، دلم اندرون من در حیرت افتاده است. ایام قدیم را به یاد می آورم، همه کارنامه های تو را از خیال می گذرانم. درباره عمل دست های تو فکر و خیال می کنم. دست هایم را سوی تو دراز می کنم. جانم مثل زمین بی آب تشنه توست. سیلا. به زودی مرا اجابت نما ای خداوند. روحم خسته شده است. روی خود را از من پنهان ندار که مبادا مثل فرو روندگان گور گردم. سحرگاهان احسان خود را به من بشنوان، زیرا که به تو توکل کردم. طریقی را که با آن بروم به من معلوم نما، زیرا که جانم را سوی تو نگرانیدم. مرا از دشمنانم خلاصی ده ای خداوند، و تو پناه میبرم. مرا تعلیم ده تا که اراده تو را بجا آورم، زیرا که خدای من تو هستی. بگذار روح نیک تو مرا به زمین هموار هدایت نماید. به خاطر اسم خود ای خداوند مرا زنده گردان. از روی عدالت خود جانم را از تنگی بیرون آر و از روی احسان خود دشمنانم را نیست کن و همه خصمهای جانم را نابود کن، زیرا که من بنده تو هستم.
کتاب زبور ترانه 143. دعا درباره برکت دادن به قوم برگزیده. ترانه داوود. مبارک است خداوند که کوهپاره من است. او دستهایم را حرب و ضرب و انگشتانم را جنگ می آموزد. او احسان من است و قلعه من، پناهگاه من است و رها کننده من، سپر من است و به او پناه می برم. قوم مرا زیر دست من می گرداند. خداوندا، چیست آدم که او را بشناسی و فرزند انسان که او را به نظر اعتبار گیری؟ آدمی زاد مثل یک نفس است، روزهای وی مثل سایه درگذر است. خداوندا، آسمان خود را خمانیده نزول نما، به کوهها دست برسان تا که دود کنند. برقها را برق زنانده آنها را پراکنده ساز. تیرهای خود را فرستاده آنها را هراسان نما. دست خود را از افراز بفرست، مرا برهان و مرا از آبهای بسیار خلاصی ده، یعنی از دست مردم اجنبی که دهانشان سخنان باطل میگوید و یمینشان یمین بر دروغ است. خدایا، در شأن تو سرودی نو میخوانم، با عود 10 تار تو را میسرایم که پادشاهان را تو نجات میبخشی و بنده خود داوود را از شمشیر قاتل رها میکنی. مرا برهان و مرا از دست مردم اجنبی خلاصی ده که دهانشان سخنان باطل میگوید و یمینشان یمین بر دروغ است، تا که پسران ما در جوانی خود مثل نهالها نشأ و نما یابند، دختران ما مثل ستونگوشه های کندکاری کوشکها زیبا باشند، انبارهای ما پراپور شده از هر نوع ناز و نعمت تأمین نمایند، رمه های ما هزارها کرد افزوده بیور بیور در چراگاه های ما چریده گردند. برزگاف های ما زیر بار مانند، نه مصیبت به عمل آید، نه خروج، نه فغان در کوچه های ما. خوشا قومی که احوالش چنین است، خوشا قومی که خداوند خدای اوست. کتاب زبور ترانه 144. هم در شأن مرحمت و عدالت خدا. حمد و ثنای داوود. تو را ای خدای من که پادشاه هستی بالا بردار خواهم کرد و اسم تو را مبارک خواهم خواند تا ابد. هر روز تو را مبارک خواهم خواند و اسم تو را مدح خواهم کرد تا ابد. خداوند بزرگ است و بی نهایت ممدوح و بزرگی او بی حد و بی کنار است. اعمال تو را نسل با نسل ستایش خواهند نمود و قدرت تو را روایت خواهد کرد. درباره شکوه و شفقت جلال تو و کارنامه های عجایب تو فکر و خیال خواهم کرد و درباره قوت کارهای سهمگین تو سخن خواهند راند و بزرگی تو را نقل خواهم کرد. ذکر مهربانی های بسیاری تو را افاده خواهند نمود و عدالت تو را ترنم خواهند کرد. خداوند بخشنده و رحیم است، صابر و سیر احسان. خداوند برای همه نیکوست و مرحمت های او بر تمام اعمال اوست. تو را ای خداوند تمام اعمالت حمد میگوید و پارسایانت تو را مبارک میخوانند. از جلال ملکوت تو سخن میرانند و قدرت تو را توصیف مینمایند، تا که قدرت او را به بنی آدم معلوم کنند و جلال شفقت ملکوت او را. ملکوت تو ملکوت همه زمان هاست و حکم فرمایی تو در همه نسل هاست. خداوند همه افتادگان را دستگیری می کند و همه خمیده قامتان را راست می گرداند. چشمان همه سوی تو انتظار دارد و تو رزق آنها را در وقتش می رسانی. دست خود را می کشایی و همه زنده ها را به دلخواهشان سیر می کنی. خداوند در همه طریقهای خود عادل است و در تمام اعمال خود پر از احسان است. خداوند نزدیک است به همه آنهایی که او را می‌خوانند، به همه آنهایی که او را به راستی می‌خوانند. خواهش ترسگاران خود را به جا می‌آورد و استغاثه آنها را می‌شنود و آنها را نجات می‌دهد. خداوند همه دوستداران خود را نگهبانی می‌کند و همه شریران را نیست خواهد کرد. دهانم حمد و ثنای خداوند را می‌گوید و تمام بشر اسم قدوس او را مبارک می‌خواند تا ابد. کتاب زبور ترانه 145. خداوند امیدواران خود را نگهبانی می‌نماید. هللویا، ای جانم خداوند را مدح نما.
تمام عمر خود خداوند را مدح خواهم کرد. تا دمی که وجود دارم خدای خود را خواهم سرایید. به میران توکل نکنید، به فرزندی آدم که در وی نجات نیست. روح وی بیرون می رود، وی به خاک خود بر می گردد. در همان روز اندیشه های وی نیست می شود. خوشا کسی که خدای یعقوب مددگاری اوست و امید او بر خداوند خدای اوست، که او آسمان و زمین را آفریده است و بحر و هر چی را که در آنهاست. او راستی را تا ابد نگهبانی می کند و ستمکشان دادگری می کند، به گرسنگان نان می دهد. خداوند بندیان را آزاد می کند. خداوند چشم کوران را می کشاید. خداوند خمیده قامتان را راست می گرداند. خداوند عادلان را دوست می دارد. خداوند غریبان را نگهبانی می نماید. یتیمان و بیوزنان را تقویت می دهد و راه شریران را کج می کند. خداوند پادشاهی خواهد کرد تا ابد. خدای تو ای سیان تا ابدالدهر. هللویا. کتاب زبور ترانه 146. مدح در شأن خداوند قادر. هللویا، زیرا که نیکوست خدای ما را سراییدن، زیرا که این دلپذیر است، حمد و ثنای شایسته است. خداوند یروشلیم را بنا می کند، پراکندگان اسرائیل را جمع می آورد، دل شکستگان را شفا می بخشد و جراحت های آنها را می بندد. مقدار ستاره ها را به حساب می گیرد، همه آنها را با نامهاشان می خواند. خداوند ما بزرگ است و پرقوت، خیرد او بی حد و بی کنار است. حلیمان را خداوند تقویت می دهد، شریران را تا به زمین پست می زند. در شأن خداوند با شکرانه سرود خوانید. خدای ما را با بربط بسرایید، که او آسمان را با ابرها می پوشاند، برای زمین باران مهیا می کند، بر کوهها علف می سبزاند. به چهارپا خوراک می دهد و به بچه های زاغ که سوی او می خوانند. نه به اقتدار اسب رغبت دارد، نه به ساقهای آدم توجه می کند. خداوند به ترسگاران خود توجه می نماید و به آنهایی که به احسان او امیدوارند. کتاب زبور ترانه 147. حمد در شأن خدا که داور اسرائیل است. خداوند را ای یروشلیم ستایش بکن، خدای خود را ای سیان مدح نما. زیرا که او غلقه های دروازه هایت را مستحکم می کند، فرزندانت را اندرون تو برکت می فرماید. در حدود تو صلح و آسایشتگی برقرار می نماید. تو را از مغز گندم سیر می گرداند. سخن خود را به زمین می فرستد. سخن او بغایت زود پهن می شود. برف را مثل پشم می باراند. قرو را مثل خاکستر می پاشد. ژاله خود را مثل نانهای میده می پرتاید. کیست که پیش سرمای او ایستاده تواند؟ کلام خود را می فرستد و آنها را آب می کند. باد خود را می وزاند و آبها جاری می شود. کلام خود را به یعقوب بیان نموده است. فرایض خود و دستورهای خود را به اسرائیل. به هیچ یک خلق چنین نکرده است و دستورها را آنها نمی دانند. هللویا. کتاب زبور ترانه 148. تمام جهان خداوند را جلال می دهد. هللویا. خداوند را از آسمان ها مدح کنید. او را در افراسها مدح کنید. او را مدح کنید ای همه فرشتگان او. او را مدح کنید ای همه لشکرهای او. او را مدح کنید ای آفتاب و ماه. او را مدح کنید ای همه ستارگان نور. او را مدح کنید ای فلک الافلاک و ای آبهای فوق آسمان ها. اسم خداوند را مدح می کنند، زیرا که او امر فرموده است و آنها آفریده شدند و آنها را قایم داشته است تا ابد و قانون مقرر نموده است و از آن نخواهند درگذشت. خداوند را از زمین مدح کنید ای نهنگان و همه ورطه‌ها، ای آتش و ژاله، ای برف و دود، ای باد تند که کلام او را به جا می آوری، ای کوه‌ها و همه تلها، ای درختان میوه‌دار و همه ارزها، ای حیوان‌ها و همه چارپایان، ای خزندگان و مرغان بالدار، ای پادشاهان زمین و همه قبیله ها، ای میران و همه داوران زمین،
ای جوانان و باکیره ها نیز، ای پیران و نورسان، اسم خداوند را مهد می کنند، زیرا که تنها اسم او عالی شأن است. شکوه او بر زمین و آسمان است و او شاخ قوم خود را بلند برداشته است تا که حمد و ثنای شود در شأن همه پارسایان او، در شأن بنی اسرائیل که قوم مقرب او هستند. هللویا. کتاب زبور ترانه 149. همه پارسایان خداوند را جلال می دهند. هللویا. در شأن خداوند سرودی نو بخوانید و حمد و ثنای او را در شورای پارسایان. بگذار اسرائیل در آفریدگار خود شادی کند، فرزندان سیان در پادشاه خود خرسندی کنند. اسم او را در رقص مدح نمایند، با دف و بربط او را بسرایند. زیرا که خداوند به قوم خود توجه می کند، حلیمان را با نجات شکوه می بخشد. بگذار پارسایان در جلال خشنود شوند، بر بسترهاشان ترنم کنند. مدحیه های خدا در دهانشان باشد و شمشیر دودمه در دستشان، تا که از خلقها انتقام گیرند، قبیله ها را مذمت نمایند، پادشاهان آنها را با زنجیرها بندی کنند و کلان شونده های آنها را با زولانه های آهنین. بر آنها داوری را که نوشته شده است به عمل آورند. این برای همه پارسایان او شفقت خواهد بود. هللویا. کتاب زبور ترانه 150. تمام مخلوقات خداوند را مدح می نمایند. هللویا. خداوند را در قدس او مدح کنید. او را در فلک قوت او مدح کنید. او را در قدرت او مدح کنید. او را موافق بزرگی عظمت او مدح کنید. او را با نواختن شاخ مدح کنید. او را با عود و بربط مدح کنید. او را با دف و رقص مدح کنید. او را با سازها و نی مدح کنید. او را با شقشقه های خوشنوا مدح کنید. او را با شقشقه های بلندآواز مدح کنید. بگذار هر کی نفس می کشد خداوند را مدح کند. هللویا.